پیش نشوی. اونو مردم قندار علمندیام قطعا پیش نمیشن در جنگ دیگه. باز خصوصیات به تلاش دارن که بدخشی و فاریابی و همی تخوری و کندزی و این مردم های فارسی زبان ازبکی ها را پیش بکنن در جنگ که کشته شوانی طرفش اگر بمره برشان اید خرد است و سونش بمره اید کلان. خودشان اگفتین در سر خودشان میکشیم دیگه. این بچه ها را بگویی که کسی پیش میش نشوه، کسی نبیه خدای نخواسته، غیر تلفات دیگه چیزی نیست. خود این مردم خوسی و دیگه هر کدامیش هر کدام سرگروپ هایش همی قماندان هایشان یکی دیگه شم میگن تو پیشو و دیگه شم میگریزه. هر کدامیش در حالت گریز هستن که از جرأت پیشدن نداره. مردم های خود ما و شما را پیش نکنن. این مردم ها را سلام مارم زیاد بگو صبر بکنی. یک دو سه روز حال راه بند است. من صحبایتان انشاءالله تعالی به واقعی جور میکنم دیگه. حال راه به حد بند است که یه غیر یگان تا دین روز هم تیر میشد و هم پنجشیری تذکره هم پرسان میکردن. سه چهار جای پاتک بود تلاشی میکردن تذکره پرسان میکردن. موبایل ها را چک میکردن تحقیقات میکردن که کجا میروی از کجا هستی و چه کار داری و چه کار نداری. به این خاطر رفتنه که به حساب ما شما پروگرام کنیم بریم اون طرف دیگه ناممکن است. بگذار یک دو سه روز دیگه وضعیت یک ذره خوبتر شوه. من یک در تماس هستم کتیشون بسیار گاگایی و هم فهمیدی آنتنا و کلی قطع است. باز من در جریان هستم پروگرام کردم به خیر خوبی. با بعد از او باز یا برای همراهشون از نزدیک صحبت بکنن. اینمی تو مکمل شکستیستن طالبا. به حد ضربه خوردن که در طول تاریخ 20 سال همچه حالت را یا نیدادن. فکر که در 2-3 روز کشته از یا بیشتر از 2000 کشته دارن. وسایدشان هم شاید در 500 رسیده باشن. غیر 150 شان در مو داره به حساب جور گرفتین دیگه. کلش خراب شده مکمل. چیش آبان خورده و چیش داکت خورده و چی دیگه شان در گرفته و چیش خراب شده و ایشان به جایشان مانده. دره خواک تدید کتی دره قسمت بالای اندراب مکمل میگم مرده طالب پر است. مکمل سیاه میزنه. این وضعیت تا به این اندازه وخیم است. برادر را بگو که پیش نشوند.